کلاس ششمی های عزیزم سلام، درود بر شما. درس سوم، کتاب نگارش، صفحه 24. تمرین املا و دانش زبانی. سال 1 ازمون خواسته که مثل چیزی که خودش حالا مانند نمونه گفته هم خانواده هر یک از کلمه‌های دیگر رو هم بنویسیم. خب یاد گرفتیم و آشنا شدیم که هم خانواده یعنی کلماتی که از یک ریشه درست میشن. خب بیایم با هم خانواده این کلمات رو بنویسیم و بعد دربارش حرف بزنیم. کلمه اول بچه‌ها معلومه. بچه‌ها کلمه معلوم رو اگه ما بخوایم ریشش رو بیرون بیاریم بچه‌ها میشه ای، ل و م یا همون علم. خب کلمه اول خود علم، کلمه دوم عالم، کلمه سوم معلم و کلمه چهارم علوم. اگه دقت کنید هر 4 تا و همینطور کلمه که خودش نوشته همشون علم رو داخل خودشون دارن. کلمه بعدی بچه ها هلاکه، هلکه. نگاه کنید ریشش اینه بچه ها، ل و که. خب به ترتیب هم باید باشه بچه، جاشون هم نباید جا به جا بشه. مهلک، مهلکه و هلاکت. کلمه بعدی بچه ها امثال، ریشش بچه ها مثل یعنی میم و ل. کلمه هم خانواده که من براش نوشتم مثل، مثال، تمثیل. بچه اینا کلمه هایی هستن که هم خانواده حالا امثال میشن که با ریشه م، ت و ل درست شدن. این از صفحه 24. بچه ها اگه خوب به کلمات دقت کنید میتونید ریشش رو پیدا کنید و توی ذهنتون دنبال کلماتی بگردید که با این ریشه ساخته شدن.